دکتر امیرپور هستم، متخصص روانشناسی بالینی. امروز میخوایم در مورد نشانه ها و علائم اسکیزوفرنی و بحث در مورد اونها 3 نکته اصلی رو بهش اشاره بکنم که هر درمانگری و هر بالینگری باید این رو مد نظر قرار بده. اولا اینکه هیچ نشانه یا علامت بالینی وجود نداره که برای اسکیزوفرنی قطعی محسوب بشه، یعنی بگیم اگه این نشانه رو دیدیم حتما دیگه تشخیص اسکیزوفرنیه. این رو من میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم، به ویژه دانشجویان عزیزی که تازه نشانه شناسی و آسیب شناسی رو دارن یاد میگیرن، این اشتباه رو زیاد میکنن. ما باید حواسمون باشه هر نشانه یا علامتی که توی اسکیزوفرنی دیده میشه میتونه تو سایر اختلالات روانپزشکی هم یا حتی عصب شناختی هم دیده بشه و این اشتباه اون دیدگاه رایج هست که اگه این علامت رو دیدی دیگه تشخیص اسکیزوفرنیه. نه، اینجور نیست. شما باید همه نشانه ها رو در نظر بگیرین، اون رو خیلی خوب طبق جدول تشخیصی DSM که قبلا من براتون توضیح دادم همه نشانه ها رو چک کنید، بازه زمانی رو چک کنید، تخریب در عملکرد رو چک کنید، اینکه ناشی از سوء مصرف مواد و اختلال طبی عمومی نباشه و برید سراغ این قضیه که مجموعه ای از نشانه ها رو در نظر بگیرید و یاد بگیرید که اون رو از سایر اختلالاتی که ممکنه این نشانه توش دیده بشه افتراق بدین، که بعداً با تو تشخیص های افتراقی که تو وایس های بد میذاریم من به اون نشانه های افتراقی اشاره خواهم کرد براتون. بنابراین ما باید این رو در نظر بگیریم که اولا بالینگر نمیتونه تشخیص اسکیزوفرنی رو صرفاً بر اساس معاینه وضعیت روانی که ممکنه متغیر هم باشه مطرح کنه و حتما برای تشخیص اسکیزوفرنی تاریخچه بیماری مهمه. اون چیزی که من همیشه سر کلاس های مصاحبه تشخیصی و ورکشاپ های مصاحبه تأکید میکنم این هست که هیچ چیزی در مصاحبه بی دلیل و بی منطق گذاشته نشده، سرسری ازش رد نشین. لازمه تشخیص گذاری تاریخچه بیماریه و میبینید اگه رفتید معاینه وضعیت بالینی کردید و دیدید که خیلی خب من اختلال در درک میبینم، اختلال در تفکر میبینم، اینا رو دارم چک میکنم یه سری مسائل، پس اسکیزوفرنیه. نه، شما اجازه این کار رو ندارید و نمیتونید اسکیزوفرنی رو فقط بر اساس معاینه وضعیت روانی بذارین، چون وضعیت روانی متغیره. ما بر اساس چیزی مثل تاریخچه بیماری اجازه داریم تشخیص اسکیزوفرنی رو بذاریم که ثابت هست. دومین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که علائم هر بیمار در طول زمان تغییر میکنه. مثلا ممکنه توهمات متناوبی داشته باشه و اینه که مثلا قدرتش برای عملکرد توی مثلا موقعیت‌های اجتماعی و شغلی و ایناش گاهی اوقات خوب باشه، گاهی اوقات بد باشه، یا اینه که مثلا یه سری از علائم مثلا اختلال خلقی رو ما تو سیر اسکیزوفرنی ببینیم گاهی اوقات وجود داره، گاهی اوقات وجود نداره، محو میشه. اینو مد نظرتون قرار بدید. دنبال این نباشید که خب حالا که مثلا میخوام تشخیص بذارم دیگه علائم بیماری تغییر نمیکنه، همینه و ثابته. و نکته سومی که باید در نظر بگیرین این قضیه است که باید به سطح آموزش بیمار توجه کنید، توانایی‌های هوشیش رو در نظر بگیرین و اینکه ببینید بیمار از چه فرهنگی داره میاد، از چه خورده فرهنگی میاد هم توجه کنید. مثلا ممکنه که اون اگر توی مفاهیم انتزاعی مشکل داره، شما یه دفعه بگید خب اختلال تفکر داره چون تفکر ابسترکش خرابه و نمیتونه فهم انتزاعیش درست انجام بشه، پس تفکر کانکریت، پس اسکیزوفرنیه. نه، اینجوری استدلال نکنید که اشتباهه و ناتوانی از فهم مفاهیم انتزاعی ممکنه که به سطح آموزش بیمار ما یا حتی سطح هوش بیمار ما برگرده و ما اینا رو باید از هم تفکیک بدیم وگرنه اشتباه تشخیص میذاریم. و به غیر از اون اینه که توی فرهنگ ها یه سری چیزها هست، یه سری اعتقادات، یه سری آداب و رسوم مذهبی یا یه سری مراسماتی وجود داره که درون اون فرهنگ یا خورده فرهنگ کاملا عادی و طبیعی محسوب میشه، اما افرادی
افرادی که خارج از اون فرهنگ دارن بهش نگاه میکنن اون رو یک مسئله بیمارگون میبینن. به عنوان مثال در فرهنگ ما دعا گرفتن در خیلی از شهرها رایج هست. دعای حالا چه قرآنی باشه چه غیر قرآنی باشه پیش افراد دعانویس میرن، گرفتن این رو قبول دارن، اینکه این دعا میتونه رفع بلا بکنه یا حتی میتونه دردسرهایی رو برای افراد ایجاد بکنه و سحر و جادویی رو که در بعضی از خرده فرهنگ های شهرهای ایران ما میبینیم ممکنه که برای آدم هایی که جز اون خرده فرهنگ نیستن عجیب و غریب بیاد و بگیم خب اینا هذیان پرسکیوتری دلوژن یا هذیانای گزند و آسیب از نوع سحر و جادو رو داریم میبینیم، پس میره سمت اینی که اختلال تفکر داره، پس تشخیص اسکیزوفرنی بزنیم. اینا هیچ کدومش نیست. ما حتما برای تشخیص گذاری باید فرهنگ فرد، سطح آموزش و سطح هوشش رو در نظر بگیریم. اگر رفتار فرد حتی در فرهنگ خودش این عقایدش، باورش و رفتارش عجیب باشه ما اجازه داریم تشخیص بذاریم، نه اینکه اگر که همون فرهنگ اوکیه و این مسئله رو اصلا بیماری نمیدونه و مشکلی محسوب نمیشه.